همانطوری که عرض کردیم دیروز که این سوره مبارکه نور ارتباط بسیار عمیقی با افک که بر آل صدیق اکبر زدن و بر مادر عایشه افکی را بستن نازل شد. در آیات ما قبل الله تعالی قوانین و مقرراتی را بیان کرد و اکنون موضوع این افک را بیان می فرمایند و اون تهمت زدگان را عتاب می فرمایند. ان الذين جاءوا بالافك، آنهایی که آوردن افک، خطرناکترین دروغ را و بدترین افترا را افک میگن. یعنی خطرناکترین دروغ و بدترین افترا افک است که آن دروغ هم به رنگ تهمت بر مادر عایشه صدیقه طاهره طیبه زدن. آنهایی که آوردن این افک را و این بهتان را و این دروغ بسیار بزرگ را، عصبة منکم، یک جماعتی از شما مسلمان ها هستند. با این منافقین و رأس منافقین ابن سلول سه تا مسلمان واقعی، یکی حسان، دیگری مستح ابن اثاثه و دیگری حمنه، اینها هم با منافقین هماهنگ این حرف را گویا تایید کردند و گفتند عقل از عقل بعیده که زنی تمام روز در بیابان با یک مرد اجنبی باشد و نعوذ بالله یک برنامه ردیف نشده باشد. به این خاطر الله سبحانه و تعالی می فرماید یک جماعتی از شما مسلمان ها هستند و دیگه اون منافقین هم که رأس منافقین ابن سلوله. الله تعالی به آل صدیق اکبر ابو بکر صدیق خطاب می فرماید که لا تحسبوه شرا لكم، این افک را که بر شما بستند و زدند این برای خود شری اصلا تصور نکنید، بل هو خیر لكم، این افک خیر برای شما. چطور؟ امروز به خاطر این تهمت ذکر خیر صدیق اکبر، ذکر خیر مادر عایشه در این کره خاکی با سوره نور هماهنگ است و در این کره خاکی در این مدتی که سوره نور نازل شده و این مسئله افک تا 50 روز سخت بود برای شما، الان سبب عزت شما در دنیا و آخرت است. فضیلت صدیق اکبر من همانطوری که دیروز عرض کردم در این سوره هویدا هست، می درخشد. اگر 50 روز شما رنجی تحمل کردید، در دنیا چقدر مفسر آمدن، چقدر محدث آمدن و چقدر اکنون در دنیا زنده‌اند و میخواهند از سوره نور چیزی بگن. سوره نور بدون حضرت عایشه صدیقه و بدون ابو بکر صدیق و بلکه بگیم بدون این آل صدیق اکبر مفهوم نمیشه. این سوره پس این یه خیر بسیار بزرگیه که همه نام شما را الان میخواندیم سوره مریم را. الله تعالی فرمود که من ذکر خیر این انبیا را در دنیا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، من ذکر خیر اینها را در دنیا گذاشتم، ذکر خیر ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را، اسماعیل را،
همه مردم اینها را به خیر یاد میکنن. لحظا آل صدیق اکبر از روز نزول سوره نور الی یومنا ذکر خیر اینها در دنیا می درخشه. دشمن اینها روسیه هست، تهمت زننده اینها بدترین وعید جهنم برای آنها هست. این سه نفر هم ضربه های تهمت را خوردند. الله تعالی می فرماید ای آل صدیق اکبر، مخاطب لا تحسبوا خانواده صدیق اکبر است. چرا؟ اگر یک شوهری نعوذ بالله زنش متهم باشد، فوقش خود را تبرئه میکنه، اون طلاق میده. لیکن بار تهمت برگردن خانواده و فامیل اون زن هست، خصوصا برگردن والدین او هست، برگردن برادر و خواهر او هست. این بار و اون خانواده و فامیل شوهر با یک طرف خود را تبرئه میکنه. لیکن الله تعالی آل صدیق را خطاب میفرماید لا تحسبوه شرا لکم، این شری برای خود تصور نکنید، بلکه سر تا پا از اول تا آخر هو خیر لکم، برای شما خیر هست. اون گریه ها و زاری ها، اون ارتباط عمیق عایشه با رب سبحانه و تعالی، همین اهل عرفان میگویند عایشه پناه در شیخ بود، یعنی عایشه در محبت رسول بود. در این مسئله وقت پیغمبر فرمود الا من تزنبن، ارتباط با احکم الحاکمین مستحکم شد، فنا فی الله شد. از همه مخلوق عایشه صدیق برید و با خالق وصل شد. این مقام بسیار عالی هست سروران گرامی که انسان تحت اسباب از دیگران هم ببره و با خالق ارتباط برقرار، فامیل را نگاه نکند، پدر را نگاه نکند، پشتیبان را نگاه نکند. این اون مقام بسیار عالی بود که به حضرت عایشه صدیقه در آن مجلس رسید و عایشه از تمام من دون الله برید و با خالق متصل شد. پس این خیری بود برایش. اون مقام عالی فنا فی الله به عایشه صدیقه از این مسئله رسید، از مخلوق به خالق رسید، ارتباطش با خالق بسیار مستحکم شد. و انسان باید همین قدر با خالق تماس برقرار کنه، زاری و تضرع کنه که از هر مخلوق ببره و با خالق باشد. درجه حنیفاً به حضرت عایشه رسید از این تهمت. مقام صدیقیت به عایشه رسید. عایشه به پرواز آمد. عایشه تا جایی متوسل به حکم الحاکمی شد که دیگه به یقین رسید که خالق هست همه خیر و شر و سعادت. به این خاطر الله تعالی میگه لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. این افک و این طوفان برای شما خیری هست ای آل ابی بکر صدیق. اکنون الله سبحانه و تعالی می فرماید برای هر انسانی از اینها که مرتکب این افک شدن، آن گناهی هست که کسبش کردن، گناه افک به گردن آنهاست، آنهایی که اشاعتش کردن و خواستند که حضرت صدیق اکبر را و حضرت عایشه صدیقه را بدنام کنند. خب سهم آنها یقینا بیشتر. آنهایی که یک مرتبه از ذهنشون رفته حرفی، در یک مجلسی هماهنگ شدن، آنهایی که در درجه زن توی قلبشون چیزی خطور کرده. خلاصه هر کسی در هر اندازه، خصوصا آنهایی که سکوت کرده هیچی نگفتن، هم الله تعالی میگه بی سهم نیستید.
چرا از این پاکدامن دفاع نکردید؟ چرا نگفتید هذا بهتان عظیم؟ تک ساکتین را هم الله تعالی گفت یک سهمی دارد. بل آنهایی که رای این تهمت و اشاعت فحشا بودن و بدنامی، آنها دیگر عذاب عظیمی وعده آنها هست، با آنها انجام گرفته، الان دارد انجام میگیره. در قیامت دیگر حضرت عایشه می آید و این تهمت زدگان و حضرت عایشه را خدا عزت می دهد. پاکدامنی عایشه در دنیا می درخشه و دشمنان عایشه و آنهایی که با صدیقه طاهره بدگمانند به اشد عذاب و عذاب عظیم وعده شد. فرمود برای هر انسانی از اینها آن گناهی هست که آنها کسب کردند، آنهایی که اشاعت کردند، آنهایی که پخشش کردند، آنهایی که سکوت کردند، آنهایی که در دلشون بدگمانی بود، خلاصه بی سهم نیستند. والذی تولا کبره، مراد از والذی تولا کبره ابن سلول هست، رئیس المنافقین، اون آقایی که متولی کبرش شد از این تهمت زدگان. این زیر بار شلاق نآمد، در رفت، بعد بیمه سکته کرد و مرد. تو الله فرمود له عذاب عظیم، برای او عذاب عظیم در آخرت است، یعنی جهنم. تهمت زننده عایشه صدیقه بدون توبه برایش عذاب عظیم است. اون ابن سلول منافق توبه نکرد، نه آمد که ضربه های شلاق را بخوره، در رفت، بعد مرد. الله تعالی فرمود اون متولی این تهمت بود، اونی که اعراض کرد و متولی کبرش شد، کبر خود را اطاعت کرد، زیر بار اطاعت نرفت، از این تهمت زنندگان برای او عذاب عظیم است. اکنون الله تعالی می فرماید مؤمنین را و مؤمنات را که حضرت عایشه از شما بود، وجود شما بود، مادر شما بود. کسی مادر شما را تهمت زد، چرا سکوت کردید؟ چرا به پا نخواستید؟ چرا علنا اعلان نکردید هذا بهتان عظیم؟ تکتو گفتن، همه صحابه مبهوت بودن. چرا؟ غیبدان که الله هست، الله تعالی غیبدان متصرفه، صحابه نه غیبدان بودن و لحاظا نه اعتقاد داشتن کسی دیگر غیب میکنه. تا خدا وحی نازل نکرد صحابه اکثریت در عالم سکوت بودن و بسیار هم پریشان بودن. الله تعالی اکنون عتاب میکنه. چرا هنگامی که شما این افک را شنیدید گمان نکردن مؤمنون و مؤمنات بر جانهای خودشان خیر؟ از این مؤمنون و مؤمنات حضرت حسان و مصطح و حمنه هستند که در این باب هماهنگ با منافقین شدند. چرا اینها گمان خیر بر خودشان نکردند، بر وجودشان نکردند؟ و چرا از زبان نگفتند که هذا افک مبین؟ این تهمتی که زده می شود این یک دروغ آشکار هست. افک بزرگترین دروغ را و افترا را میگه. چرا نگفتند؟ باید میگفتند. اکنون الله سبحانه و تعالی میفرماید در این باب، در باب زنا هر که 4 گواه نیارد اون نزد خدا کاذبه. اینها که وقتی تهمت زدن مادر عایشه را، چرا 4 گواه نیاوردن؟ چرا اون بزرگوار صفوان را که تهمت زدن چرا 4 گواه نیاوردن؟ تهمت به طرفین بوده. صحابی بسیار پاکدامن و عفیف متقی، الله سبحانه و تعالی می فرماید لولا جاءوا علیه باربعة شهداء
چرا نآوردن این تهمت زدگان بر این افکی که زدن 4 گواه را، این افک زنا را که بر یک پاک دامن بر 2 پاک دامن زدن، چرا نآوردن 4 گواه نآوردن؟ فاذ لم یاتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون. وقتی که اینها نتوانستن بیارن 4 گواه برای افک، تو اینها نزد خدا کاذبون هستن، اینها کاذبن. در باب زنا تا 4 گواه نیارن اینها نزد خدا کاذبن، گواهیان هم مردوده. وقتی الله تعالی میگه عند الله کاذبن، تو عند الناس به طریق اولا کاذبن. اگر اینطور خدا قانون را سخت نمیکرد، این انسانها و اوباشها دست از تهمت نمیزدن. این خاطر الله فرمود 4 گواه چرا نآوردن؟ وقتی که 4 گواه نآوردن اولئک عند الله هم الکاذبون، در قانون خدا اینها کاذب حساب میشن و باید برن زیر شلاقه های تهمت. اکنون الله تعالی احسان میگذارد که از این تهمت، تقاضای این تهمت این بود که من شما را معذب کنم. دیگه احسان و فضل خدا شامل حال شما شد که معذب نشد، اکتفا به 80 ضربه شلاق شد و دیگران که سکوت کردن آنها باز عتاب شدن. ساکتین هم عتاب شدن، خدا آنها را هم عتاب کرد. همین تهمتی که امروز بر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میزنند، تهمت قتل حضرت فاطمه صدیقه طاهره، این یک بهتان عظیم است. و اگر شما نگید هذا بهتان عظیم، عتاب میشید. اولئک مبرؤون، حضرت عمر از این تهمت مبرأ است، پاک است. مگر عقل اجازه میده یک عقل عادی که حضرت فاطمه الزهرا را حضرت عمر شهید میکند و بعد حضرت علی دختر حضرت فاطمه الزهرا را، نه دختر تنها مال حضرت علی که نبود، مال فاطمه الزهرا، دختر فاطمه الزهرا را در عقد نکاح باز قاتل حضرت فاطمه بیاره؟ این چه عقلی؟ دیگه هیچ دلیلی برای پاکی حضرت عمر غیر از این که از مسلمات فریقین هست، بگیم اجماع فریقین هست که حضرت عمر ام کلثوم را بنت علی بنت فاطمه الزهرا را ازدواج کرده. یک انسان عادی، همین انسانی که برای دلار ایمان میدهد، اینقدر که زنش را بکشن با دختر زن را به قاتل بدهد، بلکه همون نعوذ بالله زن نافرمان هم دختر زن نافرمان را به قاتل اون نمیده. و این حرف را که شما هر جا بگید هذا بهتان عظیم، ورنه پردا عتاب میشه. بهتان عظیمه. الله تعالی میگه اگر فضل خدا بر شما نمی و رحمت خدا شامل حال شما نمیشد در دنیا و آخرت، در دنیا الله تعالی فضلش این که مهلت توبه داد، در آخرت هم توبه شما را قبول کرد وقت ضربه های شلاق را خوردی. اگر فضل خدا و رحمت خدا شامل حال شما در دنیا و آخرت نمی شد تو لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم، مس می کرد شما را در آن افکی که شما داخل شدید، شما را عذاب عظیم مس می کرد. لیکن الله تعالی فضل و احسان کرد
در دنیا شما را مهلت توبه داد و توبه شما را پذیرفت با 80 ضربه شلاق. 80 ضربه شلاق خوردید، نادم شدید، توبه شما را، ورنه در آن افتی که شما وارد شدید و داخل شدید شما را عذاب عظیمی مس می‌کرد. و عذاب عظیم هم برای اونهایی فرمود، آنهایی که متولی کبر شدند، یعنی اون عذاب عظیم خواهد رسید، یعنی جهنم، له عذاب عظیم. اینجا هم فرمود اگر فضل خدا و رحمت خدا دست شما را نمی گرفت به شما عذاب عظیم می رسید. عذاب معمولی نه، عذاب بسیار بزرگ. عظیم صیغه مبالغه هست بر وزن فعیل. عذاب معمولی نه، عظیم. شما را مس می کرد هنگامی که تلقونه به السنتکم، شما این تهمت را روی زبان می گردانید، با زبان اینا دست به دست می کردید و با دهنها می گفتید آن چیزی را می گفتید، آن تهمت عظیمی را می گفتید که لیس لکم به علم، هیچ یکی از شما علم نداشت که نعوذ بالله صفوان ناپاک و حضرت عایشه. بسیار الله سبحانه و تعالی می فرماید وقتی شما اون را به زبان تلقی می کردید، تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم، آن چیزی می گفتید که هیچ علمی نداشت به جز یک گمان پوچی که منافق از دهن در آورد و گمان پوچ شما او را تایید کرد. شما فکر می کردید و تحسبونه حینا، شما گمان می کردید که این چیز معمولی هست، آسانی، حالا هو عند الله عظیم، نزد خدا بسیار گران. قلب مادر می تپید و آه و ناله به بارگاه خدا می کرد و شما این آسان تصور می کردید. الله نزد الله عظیم، اللهی که همه این جرمها را تحمل می کنه. خدا این جرم عظیم را بر خدا گران. تحسبونه حینا، شما معمولی حسابش میکرد، غیر موجب گناه، آسان، حالا که عند الله عظیم، نزد خدای کریم بسیار بزرگ بود، موجب عذاب عظیم بود. چرا هنگامی که شنیدید این افک عظیم را چرا نگفتید ما یکون لنا ان نتکلم بهذا؟ برای ما اصلا جایز نیست، امکان نیست که چنین حرفی را ما بر زبان بیاریم. نعوذ بالله بگیم صفوان با عایشه تماشایی داشته، نعوذ بالله این کلمه ها چقدر تند بوده، چقدر سخت بوده. چرا هنگامی که شنیدید نگفتید ما یکون لنا ان نتکلم به؟ برای ما جایز نیست، برای ما امکان ندارد که ما به زبان این حرف را بگیم. سبحانك، پاکی توی ربا، مگه هذا بهتان عظیم، این بهتان بسیار بزرگی، تو که پاکی، بله هذا بهتان عظیم، این بهتان بسیار بزرگی. الله تعالی میگه چرا اینطور نگفتی؟ به اونهایی که ساکت میگن، اونهایی که سر را پایین میگرفتن، مادر شما را تهمت میزنن، مادر شما را مردم گفتن یا مادر گفته که من مادرم، شما باور کردید. عایشه را من گفتم مادره، چرا باور نکردید؟ عایشه را الله گفته و ازواجه امهات المؤمنین، من این کسی را مادر گفتم، مادر شما را ناسزا میگن، شما سعی صدر داشتی سکوت کردی؟ عایشه مادر ابوبکر صدیق، از یک طرف فرزند
و از یک طرف مادر است. مادر شما را بد میگن، بگه شما را میگن خیلی مرد خوبی هستی، بله نعوذ بالله بگن مادرت بدی، پدرت بدی، و تو خودت خیلی مرد شریف. یعنی اون دیگه چه فرزندی بی غیرتی باشه که مادرش را بد میگن، پدرش را بد میگن، و اون دیگه بگه که من صحه صدر دارم، من با شما خوب برخورد. کسانی که مادر مؤمنین را، امهات المؤمنین را بد میگه، اونها مرتکب بزرگترین عذاب خواهند شد. ها سبحانک هذا بهتان عظیم. تو پاکی ربا، پاکی که از آن تو هست، تو از تمام آلایش ها پاکی، مگه این بهتان عظیم است بر صدیقه طاهره محبوبه رسول الله، محبوبه رسول الله. اینطور بگین که مادر عایشه دور کننده غمها و بشارهای رسول الله بود. گاهی که غمها بر قلب رسول الله مستولی می شدن، حضرت می فرمودن کلمینی یا حمیرا، کلمینی یا حمیرا، حمیرا با من کلام کن، من مغموم هستم. محبوب رسول الله، محبوب رب العالمین. شما حرفها می زدن سکوت کردید. محبوب رب العالمین را، لباس رسول الله، لباس زیبای رسول الله را بد میگن، شما دیگه نگاه میکنید و لبخند میزنید. هذا بهتان عظیم. الله یعظکم الله، شما را الله دارد نصیحت میکند، بر مستقبل نصیحت میکند که دیگه عود نکنید لمثل هذا ابدا. فردا یک خاتون دیگر یا همین خاتون را، سبحان الله، خدای دانا میدانست، همه ما را خدا نصیحت میکنه. ببینید هماهنگ نشید با خبیثه ها. یعظکم الله، خدا شما را نصیحت میکند که عود نکنید لمثله ابدا. همیشه از طرف مادرتون دفاع کنید. الله تعالی میدانست که انسانهای ذلیلی پیدا میشن، بر این ساحت مقدسه لب میگشایند. الله تعالی فرمود باید دافع باشید. خدا شما را نصیحت میکند که دیگه عود نکنید لمثل هذا ابدا، دیگه دو مرتبه عود کنید و حرفی بزنید. این نصیحت را خدا شما را میکند. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید و حرف خدا را قبول دارید، قرآن خدا را قبول دارید، پیغمبر خدا را قبول دارید، حرف خدا را قبول دارید، مادر شما یا عایشه خدا گفته است، نگذارید در ساعت مادر شما کسی لب تکان بده. اگر واقعا شما مؤمنید، مادر شما را بد گفته سکوت کردید. من گفته بودم ازواجه امهات المؤمنین، شما مؤمنید، مادر شما را مردم بد میگن، شما دیگه سر پایین میارید که بله حلیمید، بردباری، سعه صدر دارید. و من به شما گفتم که باید دفاع کنید. یبین الله لكم الآیات، بعد از نزول براءت حضرت صدیقه تبیین می کند خدا برای شما آیات را، احکام را، دستورات را و
والله علیم حکیم. الله تعالی دانا هست، علیم، حکیم. لذا خدا برای شما بیان کرد که ببینید 2 مرتبه از مادرتون دفاع کن. هر که مادر شما را تهمت زد سکوت نکنید. این نصیحت را خدا به شما میکنه. خدایی که هم علیم است و حکیم است، میداند چی میشه. گذشته و حال و آینده را برابر میداند. حکمت های بالغه خدا تقاضا میکند که شما را نصیحت کند و پاکی عایشه را برای شما بیان کند که دیگه تا قیامت دافع این صدیقه باشد. این محبوبه رسول الله است. همان اندازه که منافقین با رسول علیه السلام عداوت داشتند، با فدایان رسول الله، جان کفان در مسیر حق و حامیان رسول الله و ناصران دین رسول الله همینقدر عداوت داشتند. با عایشه عداوت داشتند، با صدیق اکبر عداوت داشتند، با فاروق اعظم عداوت داشتند، با عثمان غنی عداوت داشتند، با حیدر کرار عداوت داشتند، با حسن و حسین هم عداوت داشتند. لذا الله تعالی شما را نصیحت میکند، توصیه میکند. او علیم است، او حکیم است. ببینید از حامیان و ناصران رسول الله، حامیان و ناصران دین رسول الله شما باید دفاع کنید. اکنون الله تعالی تهدید میکند: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. آنهایی که دوست دارند که در میان مؤمنین و مؤمنات حرفهای بیهوده، بی‌حیایی پاش بشود، اشاعت بشود، پخش بشود، برای آنها عذاب علیم است. منافقین خیلی این مسئله را حاشیه زدند و خواستند که مسلمان ها بدنام بشن. وقتی پیغمبر نعوذ بالله بدنام بشه، نزدیکترین فرد به رسول الله بدنام بشه، لباس رسول الله نعوذ بالله آلوده معرفی بشه، اینها این برنامه را داشت از این تو. خدای عزوجل فرمود برای اینها عذاب علیم است. آنهایی که دوست دارند که اشاعت بشود، پخش بشود، فاحشه، حرفهای بی‌حیایی در الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا و الآخرة. عذاب علیم آنها را در دنیا هم میده و در آخرت هم میده. دنیا هم دیدی چطور میده. خدا بر هر گناه نمیگیره، سالهای سال مهلت میده. یک دم که گرفت خدا خیلی سخته، 16 ثانیه کارا را تمام میکند و میگذارد. این خدا است. الله تعالی فرموده آنهایی که برای مسلمان ها اشتیاق پخش فحشا را داشته باشند و مسلمان ها و مؤمنین مؤمن بمانند، خدا آنها را عذاب علیم در دنیا و آخرت میده. امروز بخت بوش هم به این خاطر افتاده، او میخواهد در میان مؤمنین و مؤمنات اشاعت فحشا کنه، مؤمنین و مؤمنات را انسانهای وحشی معرفی بکنه. به این خاطر مطمئن باشید که عذاب علیم را خواهد دید. اون نگذاشته خدا هم بدون عذاب علیم، چون سرور کائنات دعا کرد که یک دم استیصال نکن اینها را، گفت نمی کنم بله کم کم میزنم. هر سال هر ماه یک بلایی در امریکا میآید، لیکن انسان ها درس عبرت نمیگیرند. بر دشمنان صحابه هم هر وقت یک بلایی میاد آسمان. این نیست، بله مردم حیا ندارند. به همین خاطر در آخر خدا عذاب را ابدی میکنه که شما از هیچ عذابی کوچک عبرت نگرفتید، دیگه با عذاب شما یک سره. الله تعالی برای علاج انسان ها برنامه ها گذاشته است. ولنذیقنهم
من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. در این تربیتگاه گاهی الله تعالی میگه من کشیده های کوچک کوچک میزنم، شاید اینها درس عبرت بگیرن. یک دانش آموز متخلف را قدیم که استادها دلسوز بودن 4 تا چوب میزدن، لحاظا ماشاءالله کلاس 6 هم اندازه دبیره های الان سواد داشتن. الان که چوب را تعطیل کرده بوش گفته نزنید چوب دیگه ماشاءالله ناهموار بباره، دیپلم خطش مثل کلاس 2 حوزه بیا که دیگه هیچ. اون زمان که ملاها حوصله داشتن شاگردها را چوبو که می زدن تربیت می شدن، ملا می شدن، خوب دانا می شدن، سر درس با ادب می آمدن می نشستن. این خدا در این تربیتگاه می زنه گاگایی چوبه های خدا صدا ندارد، هر جا که می خورند دیگه دوا ندارد. خدا این انسانیت را بدون تربیت نگذاشته. تذکرات الهی هر روز همین قدسالی، همین خوش شدن باغها، همین خوش شدن قناتها، اینها تذکرات الهی به ما داره خدا تذکر میده. گاگاهی تذکر در حد گرفتن گوشه، گاگاهی در حد یک لگده، گاگاهی تذکر مربی در حد 4 تا چوبه. آسان ترین تربیت را خدا ما را دارد میکند، ولی ما تربیت نمیگیریم. خدا به حال ما رحم می‌کند. تذکرات الهیه. تو الله سبحانه و تعالی میفرمایند آنهایی که دوست دارند فاحشه در میان مسلمان ها پخش بشه، مسلمان لخت بشه، مسلمان بی‌حیا بشه، مسلمان قانونی رعایت نکنه، و نام این فاحشه را بوش امروز گذاشته آزادی. زن با هر کسی که راه افتاد و رفت نامش آزادی. این آزادی. اگر زنی بخواد پاجامه خود را بکشه و تو خیابان قدم بزنه، زانوی بلوری خود را به هر کس نشان بده، این نامش آزادی. ای لعنت در این آزادی شما، ای لعنتی های جهنمی. زن را لخت کنند و تو خیابان قدم بزنه، هر جایی بشه، این آزادیه؟ این فاحشه هست، این آزادی نیست. آنهایی که دوست دارند که اشاعت بشود فاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، هم در دنیا هم در آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله تعالی دانا هست، مسئله حجاب را دانای مطرح کرده، شما نادانی، شما در جهل مرکب مبتلایی. جهل مرکب میدانی یعنی چه؟ آن کس که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اون شخصی که نادانی خود را تشخیص نمیده او علاج نمیشه. او فکر میکند که من خوب میکنم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا. تمام سعی و تلاش آنها برباد در حیات دنیا، لیکن چطور بدبختن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. عایشه را تهمت میزنن، ابوبکر را ناسزا میگن، لعنت میگن. اینا فکر میکنه این برای اینا خیلی، برای حل مشکلات نعوذ بالله بر شیخ لعنت بفرستید. ای بیچاره، لعنت هم حل مشکلات میکنه. چه خدای کریمیه. تجربیات اینها ثابت کرده وقتی نعوذ بالله لعنت رو برستن دیگه خدا میده، پول هم میده، ماشین هم میده، پست هم میده، ریاست هم میده. در آخرین مشکل که گیر کنن نعوذ بالله میگن لعنتی بر شیخین بپرستید مشکل شما حل میشه. این چی؟
کی را لعنت میکنی بیچاره؟ تو کی را لعنت میکنی؟ تو کسی را لعنت میکنی که در آغوش محمد رسول الله است. تو کسی را لعنت میکنی که لباس رسول الله است. یک شقی در سخنرانی میگه، طنز میزنه، امهات المؤمنین، ما از این مادر بیزاری. گفتم تو ایمان نداری، او مادر مؤمنینه. کسی که از مادرش بیزار بشه او درستیه؟ تو مؤمنی اگر بودی تو به همین آیه اکتفا میکردی. این الله سبحانه و تعالی میگه آنهایی که میخواهند اشاعت بشود فاحشه، فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم هم فی الدنیا هم فی الاخره. مگه این انسان این همه کشیده های الهی که میخوری، هیچ سالی و هیچ ماهی در زندگی مختصر ما بدون عذاب نبوده. هم برای عذاب علیم در دنیا هست هم در آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله تعالی معیار گناه ها را میداند که کدام گناه در چه معیار هست، در چه درجه هست، شما نمیدانید. ارزش طاعات را خدا میداند، شما نمیدانید. کاربرد گناه ها را الله تعالی میداند، شما نمیدانید. مؤمنین و مؤمنات محبوبان خدا هستند. هر که بخواهد محبوبان خدا را نعوذ بالله به فحشا و منکر بکشه و در میان آنها پخش بکنه، او با دوستان خدا درگیر شده است و خدا بی تفاوت نمی نشد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مؤمن پشتیبانش الله است. الله تعالی ما را مؤمن واقعی بگه. شما نمیدانید، الله میدانه. چه زیبا خدا، الله یعلم و انتم لا تعلمون. هر چیز را الله میداند. کاربرد گناه را الله میداند، شما نمیدانید. کاربرد طاعت و عبادت را الله میداند، شما نمیدانید. ما چی میدانیم که سبحان الله چقدر ارزش دارد؟ ما چی میدانیم که الحمدلله چقدر ارزش دارد؟ رسول الله میدانست که خدا بهش تعلیم داده. خلاصه بازم الله تعالی تکرار میکند اگر فضل خدا بر شما نمی بود، بر تائبین شما و رحمت خدا و توفیق توبه نصیب حال شما نمیشد، تو جزا همونه. لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. شما را عذاب عظیم میگیرید. باز الله تعالی این 3 مرتبه این کلمه را دارد تکرار میکنه که فضل خدا شما را نجات داد، رحمت خدا شما را نجات داد، ورنه شما مستحق عذاب بود. آنقدر این بهتان عظیم بود، این افک عظیم بود، بار بار الله تعالی مانع عذاب را از شما، فضل خدا و رحمت خدا را 3 مرتبه دارد خدا تکرار. این فضل و رحمت خدا شامل حال شما شد، ورنه مستحق عذاب. آنقدر این تهمت مادر صدیقه طاهره طیبه سنگین بود که شما مستحق عذاب. مگر فضل خدا و رحمت خدا دست شما را گرفت، فضل کرد خدا بر شما. ولولا فضل الله علیکم و رحمته موجودان بر تائبین و توفیق توبه، تو الله تعالی شما را عذاب عظیم دست میگیره. جزاش لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم. چرا؟ ان الله رؤوف الرحیم. الله بسیار مهربان است، بسیار بخشنده است.
رؤوفیت و رحیمیت خدا، فضل و رحمت خدا به داد شما رسیدگی کرد. گناه شما تقاضا میکرد که شما دیگه ضربه بخورید و برید توی عذاب عظیم، دیگه الله بسیار رؤوف و رحیم است، مهلت میده. حضرت عایشه را بعد میگه مهلت میده، حضرت عمر را بعد میگه مهلت میده، چرس میکشه و لعنت میپرسته. آخر که اگر خدا شلاق را بزنه چقدر سخته، شلاق خدا خیلی سخته. دیدی چطور سخته؟ آنها را که شنیدیم هیچی، اینها را که دیدیم هم دیدیم که چطور سخته. این هم شلاق خدا هست که گاهی میایی. باز هم الله سبحانه و تعالی تذکر میدهد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آورده لا تتبعوا خطوات الشیطان، به دنبال شیطان نرید و مؤمنین، پابند قاعده و قانون خدا باشید، از مقررات الهی اطاعت کنید، مقررات و دنبال شیطان حرکت نکنید. لا تتبعوا خطوات الشیطان. چرا؟ و من یتبع خطوات الشیطان، هر کسی به دنبال قدم های شیطان برود فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، آنهایی که به دنبال فحشا هستند، آنهایی که به دنبال منکرند، در حقیقت پیرو شیطان. هر کس خدا را نافرمانی کند او مرید شیطان است. این حضرت ابراهیم به پدرش گفت یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. سروران گرامی، هیچ کسی در دنیا نبوده است که بگویند شیطان را پرستش میکنه. این معمولی شیطان پرستی 4-5 نفر یک جایی میگه شیطان را لعنت نکنید ناراحت میشن، شیطان پرست. اکثریت انسانها حتی بوش هم شیطان را بد میده، لیکن کاملا مرید بوش شیطان است. در شرک او را اطاعت میکنه و در فحشا، در لختی، در بی‌حیایی. چقدر این غربی ها بی‌حیا، غربی ها را بگذار که شرقی ها بیداد میکنن در بی‌حیایی. حجاب را میگه لعنت، بی حجابی را میگه آزادی. لعنت بر همین آزادی این بی‌حیا. الله تعالی میگه و مؤمنین به دنبال خط شیطان نرید، قدم های شیطان را اتباع نکنید که اتباع خطوات شیطان ثمره و نتیجه بسیار نامطلوبی دارد. و من یتبع خطوات الشیطان، هر که شیطان را اطاعت کند، کار شیطان چیه؟ فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان کارش اینه که به فحشا دعوت میده، امر میکنه، و به منکر هم، به کارهای خلاف الشرع شیطان دعوت میده. هر آن انسانی که دنبال فحشا باشد او کاملا مرید شیطان است، تابع شیطان است. بازم الله تعالی اعاده کرد همون آیه را که اگر فضل خدا بر شما نمی بود ای مؤمنین و رحمت خدا دستگیری نمی کرد شما را، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کسی را از شما از گناه پاک نمی کرد و مستحق جهنم بود. این 4 مرتبه است که در این تهمت مادر عایشه آنهایی که سکوت کردن هم عتاب شدن و آنهایی که نعوذ بالله کلمه تهمت را به زبان آوردن، اینها الله تعالی داره تذکر میده که نجات کردید از این گناه بزرگ به خاطر فضل و رحمت های الهی. میبینید مرتبه 4 هست که الله تعالی این آیه را تکرار می‌کنه.
اینه که الله تعالی میگه فضل و رحمت من جلوی غضب من نگرفته. غضب من با رحمت من. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث قدسی فرموده است که الله سبحانه و تعالی فرموده سبقت رحمتی غضب، رحمتهای من خدا بر غضب من خدا غلبه کرد. ثابت اگر فضل خدا و رحمت خدا شامل حال شما نمیشد تو پاک نمیکرد از شما هیچ احدی. اینجا جزا ما زکا منکم من احد. این گناه های بزرگ ما را الله تعالی به خاطر فضل و رحمت خودش می‌کنه. لذا ما را گناهگاران را الله تعالی در ترغیب می‌دهد که بیایید زیر رحمت خدا و فضل خدا. ورنه این فضل خدا است، این رحمت خدا است که بزرگترین گناه‌ها مثل تهمت عایشه صدیقه خدا هم شما توبه کنید می‌پذیرد. الله چقدر گناه کنید. ولكن الله یزکی من یشاء. لیکن الله تعالی تزکیه می‌کند، پاک می‌کند هر کس را که بخواهد. کی را خدا تزکیه می‌کند و پاک می‌کند که او از خدا معذرت خواهی بکند. او خود را مجرم بداند، او خود را گناهکار بداند. خدا اونها را از گناه پاک می‌کند. مثل ابن سلول که اصلا برای خود گناهی نداشت. گفت این ابن سلول وقتی مرد پیغمبر گرامی پیراهن خود را در آورد و داد بدهش. لعاب مبارک را بر این جسد کثیف انداخت. الله تعالی گفت که من اینو به هیچ عنوان نمی‌بخشم. کفر کرده بعد از این نیست برای گرامی که اونجا فقط رابطه کار میکنه، هیچ کاری با رابطه پیش خدا بدون ضابطه انجام نمیده. تحت ضابطه خدا عمل میکنه. ضابطه‌ای که خدا دارد اون ضابطه خدا اجرا میشه. اگر خدا تزکیه میکند، از گناه پاک میکند کسانی را که بخواهد. و چه کسانی را خدا میخواهد؟ آنهایی که تائبند، آنهایی که خود را گناهگار میدانند، گناه خود را تشخیص میدهند و از خدا معذرت خواهی میکنند، آنها را خدای عزوجل پاک میکند. والله سمیع علیم. الله تعالی میشنود که چه کسی گریه و زاری میکند و معذرت خواهی میکند. حال گریه کنندگان را هم میداند. وقتی ثابت شد مستح ابن اثاثه از خویشاوندان حضرت صدیق اکبر بود و بر او حضرت صدیق اکبر نفقات میکرد. وقتی که متوجه شد این تهمت است، خدا تطهیر کرد. حضرت ابوبکر صدیق مادرش تهمت زد، قسم خورد که دیگه من بر اینها انفاق نمیکنم. اینها را دادی، اینها تهمت زد. خدای عزوجل فرمود او صاحبان فضل او صاحبان سعد بی یک گناه از خیر دست را نگاه می‌داری. من خدا این همه گناه ها را می‌بینم و دست خیر من مانع نمیشه. شما تخلق به اخلاق الهی کنید، تحمل کنید، صبر کنید، حلم و بردباری از خودتان نشان. او صاحبان فضل، سبحان الله، صدیق اکبر صاحب فضل است با نص قرآن. شان نزول است. صاحب فضل را کسی بد بگه دیگه وای به حال. صاحبان فضل و صاحبان سعت و دنیا مال لا یعتل، قسم نخورن. آنهایی که صاحب فضلن، صاحب بزرگی‌اند از شما. صاحب فضل صدیق اکبر است، صاحب فضل ام رومان است، صاحب فضل عایشه صدیقه است. آنهایی که صاحب فضلند از شما و سعد صاحب مالند.
قسم نخورن از دادن اولی القربا مثل خیشاونده. ناراحتی داشتید از خیشاوند قسم میخورید و شما را نمیدن، نه این کار را نکنید. خیشاوند شما اشتباهی کرده، خطای مرتکب شده، حاضر قسم میخورید که دیگه دست به طرف شما دراز نمیکنید. این دیگه نشد صاحب فضل. و صاحبان فضل و صاحبان مال قسم نخورید از این که بدهید به صاحبان رشته، به مساکین و خصوصا به مهاجرین فی سبیل الله. اینا مهاجر فی سبیل الله هست. خطای از اینها دیدی دیگه غط کنی چنده را و کمک را نکنی. قسم خوردیم یک گناه از طالبی دیدی، قسم میخورید دیگه ما مسجد مکی را کمک نمید. چرا کمک نمید؟ اینجا اولی القربا هستند، اینجا مساکین هستند، اینها مهاجرین فی سبیل الله هستند، کاروبار دنیا را ترک دادن و در نصرت دین خدا آموزش میبینند و در یاری رسول الله هستند. مستح حسان یار رسول الله بود، با شیرها از رسول الله دفاع کرد، گناهی مرتکب شد، ضربه های تهمت را خوردن، برای شما هم عزت شد، قرآن از شما دفاع کرد، خدا از شما دفاع کرد، فضل شما در دنیا درخشید. و صاحبان فضل، فضل صدیق در دنیا درخشید، فضل عایشه در دنیا درخشید، فضل ام رومان در دنیا درخشید. شما صاحب فضلید، قسم نخور. ولیعفو، عفو کنید از ته دل گناه این تهمت زدگان را عفو کنید. از زبان هم وصفه و اعراض کنید. عفو از دل، از زبان هم ملامت نکنید. بعد قرآن چقدر ترغیب میده، الا تحبون ان یغفر الله لكم، مگر شما دوست نداری خدا شما را ببخشه؟ محبوب هر مؤمن عفو خدا است، بخشش الله است. الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. الله بخشنده است، شما هم بخششی داشته باشید. الله مهربانه، هر کس را که میبخشد جنت میدهد. شما هم که بخشیدید، عفو کردید، غرامت خود را هم بدهید، تخلق به اخلاق الهی کنید. الله وقتی مجرم را میبخشه عنایات هم میکنه، رحیم. شما هم که عفو کردید با زبان، حالا غرامت خود را هم بدهید، تخلق به اخلاق الهی کنید. چقدر الله سبحانه و تعالی تفهیم می‌فرماید. ان الذين يرمون، من درس من عقب من درس من 2 دقیقه، ناراحت نباشید. اونجا انشالله به شما گیر میاد رحمه. اگر اینجا گیر نامد بعد به خانه رفتی ماشاءالله خاتونها چنان غذا آماده کردن تکمیل بهش میرسه. عجله نکنید. ان الذين يرمون المحصنات، اونهایی که تهمت میزنن پاک دامن ها را، زنان پاک دامن را، الغافلات، اونهایی که از این برنامه ها هیچ خبری ندارن، در قلبشون این نبوده، در خیالشون این نبوده که من از قافله میمانم و نعوذ بالله با کسی جفت میشه. اینا غافلات بودن از این خیالات. این خیالات در دل آنها هیچ وقت نآمده بود. اونها مؤمنات بودن، کسانی که تهمت میزنن زنان پاک دامن را، اون زنانی که در چنین اصلا خیالی نیستن، و اونهایی که مؤمناتن به دست رسول الله. این تهمت زدگان لعنوا فی الدنیا والآخرة. الان همار که عایشه را تهمت بزنند، لعنوا فی الدنیا والآخرة، و اثر لعنتم بر چهره هویدا هست، می درخشه. لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم. برای آنها عذاب عظیم هم آماده شده هست.
چی روزی؟ لعنت بر اینها هست. این یوم تشهد متعلق با لعنیه. لعنت هست بر آنها در دنیا و آخرت. عذاب عظیم است روزی که تشهد علیهم السنتهم، این زبانهای کثیف هر چی گفتن آنجا بیان میکنن که ما عایشه را چی تهمت زدیم، ما ابوبکر را چی گفتیم، ما عمر را چی گفتیم، ما طلحه و زبیر را چی گفتیم. این زبان خودش میگه. او مسلمان ها، زبان من شما آزاد نیست. من شما فکر میکنیم که زبان من شما آزاده؟ نه. تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. اون دنیا، اون آخرت و دنیا اینها لعنتن. فردای قیامت الله تعالی میگه این طیبه را، این محبوب من را شما چه ناسزا گفتی، چه کلمات نازیبا گفتی. الان کیف میکنن آنهایی که گفتند و نوشته کردن توی لعنت ها، فواره لعنت ها. چرا؟ حضرت رسول فرمود اگر یک انسانی به انسانی ناسزایی بگوید، لعنت و نفرینی بکنه و اون انسان محل این ناسزا نیست، این دور میزنه توی زمین، اونجا که محل نیست، محل لعنت نیست. صدیق اکبر، هر که صدیق اکبر و عایشه را لعنت میکند، این لعنت دور میزنه بر قائلش میاد میخوره. من محل آنجا که محل نیست. این دیگه میشود فواره لعنت. لعنت از خودش فواره نمیگه، ببینی از پایین حرکت میکنه باز میریزه اونجا. از هر دهنی که بر عایشه لعنت بیاید، خدای عزوجل فرموده لعنوا فی الدنیا والآخرة. اون هم روزی که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق. آن روز الله تعالی کاملا پرداخت میکند به آنها جزای حق آنها. دین اینجا به معنی جزا، در اصل دین هم معنی جزا را میده. جزای حق آنها را الله تعالی پرداخت قیامت به آنها میدهد که مؤمنین و مؤمنات و غافلین و غافلات را تهمت زدند. الله تعالی یک قانونی بیان میکند، قانون طبیعت را بیان میکند. الخبیثات للخبیثین، زنان زشت و بد برای مردان زشت و بد، اینا با هم ارتباط دارند. والخبیثون للخبیثات، مردان خبیث لایق زنان خبیثات هستند. الطیبات للطیبین، حضرت رسول طیبین هست، عایشه طیبات برای طیبین. الطیبون للطیبات، حضرت رسول پاک، ازواج مطهرات او پاک. اولئک مبرؤون مما یقولون. این عایشه صدیقه، این صفوان پاک دامن بری و بیزار شده اند از آنچه که اینها برایشون گفتند. ساعت صدیق هم داغ داشت، ساعت ام رومان هم داغ داشت. آل ابو بکر صدیق با صفوان پاک دامن مبرؤون سبحان از آنچه که اینها گفتند. لهم مغفرت و رزق کریم، برای اینها مغفرت هست و رزق بسیار معزز. به صفوان هم مقام عالی رسید. صفوان اون صحابی بسیار بزرگوار. و آخر دعوانا الحمد لله رب